شما که دارید بهتر از من میدونید آقای دلاوری، سوال نکنید، خودتون جواب بدید که این تلویزیون چه بلای سر این ملت بود. من اینترنشنالم، خب بدون هیچ حد و مرزی، حتی میتونم از هر جایی مطلب بیارم اضافه کنم، دروغ هم اصولاً و ذاتاً جذاب‌تره. یا شما که میخواید توی همون کشور کار کنید، قواعد اون کشور رو رعایت کنید و دروغ هم نگید. مردم چرا اینترنشنال نگاه کردن؟ چرا رفتن؟ به نظرتون خائنن این مردم؟ ترامپ بزن ایران، اسرائیل بزن ایران. کلاً پروژه رضا پهلوی بازی بود برای همین کار، نه برای جانش. تو نقشی نداشتی. اصلا ترامپ به حرف تو نیومده تو ایران. نتانیاهو هم به حرف تو نیومده. من و شما نشستیم، مغول به ایران حمله کرده، بعد ما بشینیم با تردید بگیم درسته مغول حمله کرده ها، ولی خب بالاخره تو هم تقصیر داشتی. این در مجموعش موجب ارتقای جایگاه اجتماعی ایرانیان تو دنیا شده. شما احساس می‌کنید جمهوری اسلامی دوستت داره؟ ما خیلی اذیتتون نمی‌کنیم ان شاءالله. بفرمایید. اذیت که خب دیگه. مهندس، حال شما چطوره؟ خوبی؟ خیلی خوش آمدید. بفرمایید. هر روز جوان‌تر از دیروز آقای دلاوری. اسم برنامه رو پسندیدید؟ والا من خیلی رو این چیزا حساس نیستم. دنبال قرتی بازی ها نیستید ها؟ نه که نیز، خب به حال میتونه جذاب باشه. من خیلی حساسیت اینطوری ندارم. میگم خب به حال یه اسمی گذاشته، خب جالبه، من از حتما همه گوش میکنن ببینن چیه. حالا حتما یه اسپرسو هم باید بدن بخوره. خیلی به محتوا نگاه میکنن. تو جنگ تهران بودید؟ بله همش تهران بودید. کنارتون رو زدن؟ کنار یعنی چی؟ یعنی مثلا نزدیک کوچه بغلی بیشا 3 جا رو زدن. شیشه لرزید؟ معیار الان اینه، اگه شیشه بلرزه یعنی حس کردید. والا من وقتی که شبا هم خوابیدم مثلا صدا نمیشنیدم. عجب. آره یه مقدار خونم خودم ساختم. خب میگن کلا چیزش عایق صداست. هم عایقه، هم مثلا ما تو زمستونا خیلی کم چیز روشن میکنیم، انرژی هم خوب، انرژی خیلی کم مصرف میکنیم. یه شوفاژ روشن کنیم کل خونه گرم میشه، شیشه ها و همه چیش، ولی خیلی نه که صدا نمیشنیدیم، مثلا صدایی نبود که خیلی آزاردهنده باشه. دارم شما رو تصور میکنم صدای انفجار اومده، همینقدر آرومید و همینقدر واکنشاتون خنثاست. ظاهرش آره، ولی خب به هر حال نباید آدم توی خونه کاری بکنه که دیگه همسرش، مثلا خانمم خیلی راحت بود به همین دلیل. درونتون ولی مضطربه؟ خب میدونید دیگه مسئله شخص و من هیچ مشکل نداشتم یه بم تو کلم بخوره برم، این مسئله‌ام نبود. مسئله اصلی همیشه آدم فکر میکرد که آینده جون درست یا غلط طرف زندگیشو برای این کار گذاشته، مثلا کاری هم ندارم درست تصمیم گرفته یا غلط. کی؟ مثلا یه کنشگر سیاسی زندگیش برای آینده ایران بوده، حالا یا ببینه بعدم اگه میشه تصور میکرد که مثلا دیگه اسرائیل اصلا دیگه اون دیگه غیر قابل تحمل، اون دیگه قابل تحمل هیچ جوره نمیشه پذیرفت. هیچ جوره نمیشه پذیرفت. حالا آمریکا رو میشه مثلا یه شکلی حلش بالاخره یک کشور فرض کرد. آره ولی این اگه اصلا شدنی نیست، این خیلی خیلی تحملش سخته. بفرمایید که بعد بریم سر گفتگو. آقای مهندس عبدی خیلی ممنونم دعوت منو پذیرفتید. سوال اولم اینه که بعد از آغاز جنگ رمضان سکوت کردید. این جنگ قبلش من دیگه نمی نوشتم، از بعد از 21 دی دیگه نمی نوشتم. کلا درباره همه موضوعات یا جنگ؟ کلا در مورد همه موضوعات. کلا چی شد قلم و غلاف کردید؟ تنها یک چیز نوشتم، اونم
راجع به اصل جنگ متن کوتاهی بود به شکل اطلاعی مانند. امروز که به ایران حمله شده، فارغ از تمام مسائل پیشینی، اصلاحات، اصولگرایی، مسائل گذشته، وظیفه هر ایرانیه که جدی پای ایران بیسته. این گزاره رو قبول دارید؟ 100%. اما با یک نکته‌ای که تو همین شرایط هم آدم‌ها باید بتونن حرفاشون رو تو همین چارچوب بزنن. چون باشه اصلا گذشته رو ولش کنید. یعنی موقعیتی پیش اومده که اصلا کسی به گذشته کار نداره. همین الان فرض کنید من و شما و دوستان اختلاف نظر هم داشته باشیم. اگه یه آتش سوزی بشه، یه بمبی بزنه، همه اونا رو میذارن کنار، سعی میکنن که خودشون رو نجات بدن. اما یه سوال، تو همین نجات دادن ممکنه ما تفاوت نظر داشته باشیم. توجه میکنید؟ تو همین نجات دادن احتمالاً موافقید که تو این نجات دادنه باید هر چه میشه از خودمون و افکارمون بگذریم و بریم برای نجات. عرض میکنم اونی که گذشتیم من با شما یا شما با من دیگری خیلی اختلاف نظر داریم، ولی اینجا میگیم اینجا موجودیتمونه. اما در این که از این ور فرار کنیم یا از این در ممکنه اختلاف، باید این امکان وجود داشته باشه که حداقل در این مورد بشه صحبت کرد، بشه مشارکت کرد، بشه رضایت دیگران رو جلب کرد. اینو که نمیتونیم ندیده بگیریم. من پدر گذشته اصلا من یکی از ایرادایی که به جامعه ایران همیشه گرفتم مفصلم میگم این که خیلی تو گذشته میمونن. خیلی چیز عجیب و غریبیه واقعا. تو کشور دنیا اصلا اینطوری نیست. تو سیاست خیلی سریع باید گذشته رو فراموش کرد. من الان درکی که از جریان شما نمایندگی اصلاحات رو نمی کنید، اینو میدونم. درکی که الان از جریان اصلاحات دارم اینه که یه تحفظی، یه تو خود رفتنی داره. به جای اینکه الان انتظار داریم گروه‌های سیاسی، آدم‌های مهم وارد بشن با تمام قوا شروع کنن به اظهار نظر. چرا؟ الان بهتون میگم. ببینید از دو منظر اینو باید نگاه کنید. یه وقتی که شما از منظر مسئولیت اونا نگاه میکنید، من محکوم میکنم این تحفظ ها، اینو محکوم میکنم. اما میگم کاری هم من ندارم سیستم با شما چی کار کرده، شنیده نشنیده، بارها گفتم نوشتم، مشکلی هم ندارم و انتقاداتم توی شهریور و مهر 1403 خیلی صریح و علنی در مورد اصلاح طلبها اینا رو مفصل نوشتم، خطاب با خاتمی نوشتم، خطاب به او همشون نوشتم، گفتم از این نظر مسئله ای نیست. اما یه وقتی که به عنوان از بیرون میخوای نگاه کنی، از بیرون که نگاه میکنی میبینی که سیستم سیاسی ایران اونا رو و همه رو به خودش بی‌اعتماد کرده. شما نگاه کنید چه رفتاری تو جنگ قبلی انجام شد. ای ایران بود تا یه هفته بعد به تنظیمات کارخونه بازگشت، همه چی فلان میکنه. چی شد؟ خیلی سریع دوباره برگشتن به تنظیمات کارخونه، یعنی؟ گویی که اصلا هیچ حسی مردم، یعنی کاملا به حمایت از حکومت اومدن در برابر متجاوز وایسادن. یعنی از بیرون که داوری میکنیم حس میکنیم. شاید شما در لایه دوم صحبتتون اینه که آقا الان دفاع از مقابله با امریکا یعنی دفاع از جمهوری اسلامی، پس من نمی کنم. اینه؟ نه اینم نیست. این تعبیری است که حکومت بهش بار میکنه، از این میترسن. شما نگاه کنید تو این خیابون حالا مثلا میاد، چرا باید اکثریت قاطعشون محجبه باشه؟ برای فکر میکنید اینایی که غیر محجبه هستن اینا مخالف نیستن با جنگ؟ این واقعا هستن. شما میدونستید که توی خود ایالات متحده نظرسنجی شده 66% ضد جنگن، یا ایرانیایی که تو خود اونجا هستن. خب همونا هم تو ایران هستن، اما نمیان برای اینکه حس میکنن که این جایی نیست که اونا بخوام بیان همین ضدیت با جنگشون. که ضدیت با جنگ مساوی با حکومته.
متوجه شدید؟ بیش از اینکه چه کار کرده دقیقاً که این احساس ایجاد شد؟ شما البته من که خب ندارم رادیو تلویزیون، شما ولی تلویزیون کلا نداری؟ نه کلا ندارم، اصلا دستگاه تلویزیون ندارم. نه فقط اینا، خارجی ها هم گوش میدم، اصلا نگاه نمیکنم. شما که دارید بهتر از من میدونید آقای دلاوری، سوال نکنید، خودتون جواب بدید که این تلویزیون چه بلای سر این ملت آورده. همون بلا رو شما ممکنه راحت تحمل کنید، چون همچی جایی دارید که حرفی بزنید، کاری بکنید. قبلا هم با شما من داشتم چیزی داشتیم و خیلی ندارن، به همین دلیله که میره میشینه اینترنشنال گوش میکنه. چرا باید یه ایرانی بشینه اونو گوش کنه؟ به نظرتون مریضه؟ دیوونه؟ الان آقای مهندس عبدی یک تلویزیونی داره که تو این شرایط میخواد که تبلیغات کنه، میخواد که اطلاع رسانی بکنه و حتی تهییج بکنه. شما احتمالاً موافقید که در زمان جنگ تهییج هم جزو عناصر تبلیغاتیه. شما چطور این برنامه ها رو سامان میدادید؟ خیلی ساده است. شما وقتی که یه نفر، من امروز یه جایی بودم، یه خانومی اجابم نداشت و اینا، گفت من از صحبت آقای قالیباف لذت بردم. ولی من نمیدونم کدوم صحبتش بوده، ولی توضیح داد فهمیدم کدومو میگه. میگه به تلویزیون میگه که آقا اینطوری که تو میگی نیست، ما خیلی ضربه خوردیم، ما قدرتمون با اونا مساوی نیست، ما ضربه خوردیم، تو اینا را کجا داری میاری میگی، اما ما این کار را داریم میکنیم به این دلیل. میگه این اصلا من قبول کردم این حرفو. متوجه شدید؟ میگه اصلا برای اولین بار بود که تو عمرم میدیدم که یه مقام مسئول نشسته داره یه واقعیتی رو میگه. دروغ همش گفته میشه، همش دروغ و تبلیغاته. اینو نمیفهمن که روایت سازی با دروغ فرق میکنه. روایت سازی، پایه روایت سازی باید حقیقت باشه. الان تو این جنگ رمضان بله. شما مطمئنم از من بهتر میدونید وضعیت تلویزیون. حالا ادامه بدید. توی جنگ رمضان شما یک خط دروغی رو در نظام تبلیغاتی ما پیدا کردید که بگید آقا این خط اصلا دروغه، واقعیت نیست؟ آره، چی بود؟ فکر میکنن غرب رفته یه پشت خیمه معاویه. این که اتفاقا اصلا مورد اتفاق کلیت جمهوری اسلامی نیست. ببینید اصلا شما، و اتفاقا آقای قالیباف همین رو ذکر کرد و دیگران هم تو تلویزیون این از اون الان نمونه هاییست. این از ببینید تلویزیون، من چون ندارم چیز نیست، من از روی باستابا میبینم. به یکی گفت نداری چجوری میبینی؟ گفتم مگه تو صدر اسلام بودی که راجبش اینطوری قضاوت میکنی؟ خب تو هم خوندی. خب من که از الان بیشتر دارم میبینم. تلویزیون ایران اینطوری نیست. آقای مهندس مثلا من چند تا برنامه رو ذکر میکنم. یه برنامه هر شب هست به نام به وقت ایران، برنامه بسیار درست و واقعا دیدید. یه برنامه هست آقای شبکه 4 داره، بارها و بارها اینو تأکید کرد، حتی مستندات آورد که نه اینطوری نیست که به لحاظ نظامی موقع. اگر اون 70% تهییج خیابانیه که خب داره تهییج میکنه و داره این حماسه رو تکرار، ولی حداقل تو این جنگ تلویزیون خیلی خوب بود. اتفاقا تهییج خیابان به معنای این نیستش که نمیدونم ما تل آویو رو با خاک یکسان کردیم یا فلان کردیم. نگفتن واقعا دیگه انقدر که ما میشنویم دیگه شنیدیم دیگه. اصلا من چیزی رو ندیدم تلویزیون. من میدونید آدم منتقدیم، شما منو میشناسید، اینطور نیست که میدونم که اصلا یعنی اینطور نیستم نداشت که اینجا نبودی اونجا بودی. ولی واقعیت اینه که الان بدنه تبلیغات تلویزیون داره تهییج میکنه، حماسه میگه. ولی ولش کنید اینا رو. مردم چرا اینترنشنال نگاه کردن؟ چرا رفتن؟ به نظرتون خائنن این مردم؟ خب یه جایی هست که نیازشون رو تأمین نمیکنه، بعد رفته اون طرف، اینقدر رفته اونور که اونجا به دروغ اون آداپته شده، خودش رو انطباق داده. نیاز داشته که چی بهش یا باید بگید بشه که این عوض شده این رسانه، یا باید بگید نه همونه، این رسانه همونه. بعد از جنگ 12 روزه نشستم فکر کردم به این که اگر من بخوام یه برنامه برای جنگ بسازم چه شکلیه که واقع گرایانه باشه. دیدم که
مخاطب به من میگه که اگر هر جا رو زدن بیا به من بگو کجا رو زدن. به نظر خودم اومد در شرایط جنگی اصلا منطقی نیست من بیام اطلاع رسانی کنم بگم این دقیقاً کجاها رو زد. بیا اگر که مثلا من کشته شدم دقیقاً به من بگو که من دیدم جنگه. من اگه بیام به همه این اطلاعات رو که دقیقاً دارم تو دستگاه تبلیغات دشمن کار میکنم. چرا اگر قبل از اون بود من خودم به شدت معتقد به شفافیت بودم ولی تو جنگ نباید شفاف باشه. میشه یه سوال جواب بدی؟ نمیخوام شما رو به عنوان چرا تو اسرائیل این کار رو رعایت میکنن؟ اونا که اتفاقا یه مجموعه سانسوری ایجاد کردن. بله. اجازه نه این اجازه انتشار تصویر نمیدن. اکثریتشون ببینید اونایی وقتی که یه قاعده میذارن معناش این نیستش که ما این قاعده رو گذاشتیم هیچ کس دیگه به خاطر این قاعده پاشو رو اون نمیذاره. معنای واقعی قاعده اینه وقتی که ما میگیم ورود ممنوع نرید اگه برید جریمه میکنیم من و شما هم که میخوایم میگیم بله این قاعده رو بذار هر کسی بره جریمه کنید. یعنی مبتنی بر خواست عمومی باید باشه. اونجا رعایت هم میکنن. اونجا اینترنشنال ندارن. توجه میکنید؟ اونجا خیلی چیزای دیگه ندارن. اونجا حرفای دیگه‌ای ممکنه بین خودشون زده شه که اینجا ما نمیتونیم اونا رو بزنیم. طرف مثلا میگه خب ما 3 تا تلویزیون درست کنیم به زبان عبری از صبح تا شب با حرفه‌ای ترین آدم‌ها نسبتاً حالا آدم به درد نخورم توشون زیاده مدام صبح تا شب مسائل اسرائیل رو بگیم از کوچیک تا بزرگ جوبشون گرفت ما بگیم تا اینکه یک مسئله بزرگ پیدا کردن سالها هم برای این هزینه بکنیم حتما میتونیم تاثیر بذاریم روی بدنی آدم‌های اونجا. یعنی کاری که اینا ما تو ادعای رسانه داخلم ضعفه داریم. همین دیگه باریکلا. یعنی آدم نیروی انسانی برای خودمون هم نداریم. پس بنابراین آفرین. خب تا اینجا درست شد. منظورم اینه که شما به این نقش این 3 تا دقت کنید. خب اینا رو که میفهمیم که اگه نبود که خودم هم نمیومدم. پس ما داریم حلقه های این وضعیت رو یکی یکی میریم به عقب. یعنی چی؟ الان توضیح میدم. شما از اونجا رسیدید به این یکی به این یکی بعد دارید همینطوری میره. خب حالا سوال سر اینه که شما از ابتدا چرا حواستون رو جمع نمی کنید؟ برای اینکه نمیتونید تو چنین بازیایی وارد میشید. بعد حالا دارین تقصیر دیگران میذارید. خب این یه بخشی از بازیه. یعنی چی؟ 3 تا تلویزیون الان ما ساختن چیکار باید می‌کردیم؟ شما فرض کنید که میاد یه پول زیادی هم دارید. میرید یه تیم درجه 1 درست میکنید بازیکن قوی هم میخرید اما زمین ندارید امنیت ندارید و از اول باید فکر اون تیکش هم بکنید دیگه. اون کسی که اومد اون مجموعه که این سیاست ها رو پیش گرفتن باید این بخش ماجرا رو بهش توجه کنن. نمیتونن بگن تقصیر دیگران بندازن هر چی اصلا دیگر. شما وقتی که می‌بینید باید اینا همه جزء بازیتونه. بنابراین باید دقت کنید مواظب باشید. قبلا باید فکر می‌کردیم که بله. طی 1 دهه 2 دهه مثل موریانه داره روان مردم رو میخوره و اتفاقا براش هم پول گرفته، پول خیلی خوبم گرفته، هزینه و سرمایه جدی گذاشته براش و ما نذاشتیم. ما اون پولی که اونا برای اون میدن جز یکی از فسادهای کوچیک ایران اگه موافق نیستم آقای مهندس. چرا وقتی که 3 میلیارد رو این رقم‌ها وحشتناکه تو همین قضیه یه چیز و اینا رقم‌ها بسیار وحشتناکتر از این حرفاست. خروج سرمایه از این مملکت خودش بسیار بالاست. ولی ببینید آقای دلاوری یه چیزی رو فراموش نکنید. من وقتی که انتقاد میکنم به صدا و سیما منظورم فقط مدیریت فعلیش نیست. در سال 1370 شاید 35 سال پیش یه پژوهشی انجام شد تو ارشاد، من ناظرش بودم در مورد اعتماد به خبر. اولین جمله‌ای که اونجا نوشتم مال همون موقع، مال الانم نیست، که هیچ پدیده مدرنی توی ایران به اندازه رادیو تلویزیون به صورت سنتی استفاده نمیشه. یعنی در واقع انگار که ما یه هواپیمای چیز خیلی بزرگی داریم، پیشرفته‌ای داریم و اینا، فقط کارمون اینه که باهاش پهن ببریم
از این شهر به اون شهر. برای این نیستش که قضیه سر اینه که این نگاه رسانه‌ای تو ایران باید عوض شه. با عدم تغییر این نگاه هیچی نه. اینا حالا بعضیاشون تشدید کردن، بعضیا یه مقدار سرعتشو کوتاه. نگاه رسانه یک نگاه دیگه است به جامعه. وقتی که اصلاح بشه همه چیزها به نظر من تغییر خواهد کرد. اون موقع اینطور نیست که فکر کنیم میشه با یه دونه علت این که میبینید یه تلویزیون را میندازه اثر گذاره، علتش ماییم، ظرفیت مایی که چنین چیزی رو برامون فراهم شما می‌کنه. مهندس تو رسانه متخصصید. اگر من یک رسانه داشته باشم بدون هیچ گونه حد و مرزی بتوانم یک حکومتی رو نقد کنم، اصلا نه تو ایران، تو جیبوتی، همینجا وایس جلوتون میگیرم. شما اجازه بدید. حد و مرز داره. نه من اینترنشنالم، خب بدون هیچ حد و مرزی حتی میتونم از هر جایی مطلب بیارم اضافه کنم، دروغ هم بگم. این اصولاً و ذاتاً جذاب‌تره. یا شما که میخواید توی همون کشور کار کنید، قواعد اون کشور رو رعایت کنید و دروغ هم نگید، حتی آزاد باشید. یعنی روزنامه‌های اصلاح طلب دیگه که دیگه سعی میکردن انتقاد رو تقریباً در حد بالایی داشته باشن. منطقاً من برنده ترم چون من دستم بازه. الان بهتون میگم اصلا اینطوری نیست. شما چرا اون رسانه میتونه هر چیزی بنویسه، هیچ کارش نمیتونی بکنی؟ چرا نمیری شکایت کنی به همون نهادهای مربوطش؟ یه چیز علیه من گفتن. کدوم تلویزیون؟ همین اینترنشنال. بله. عذرخواهی کرد. بله بلافاصله. برای چی؟ برای که من میتونم این کارو بکنم. دولت ایران حمله تجاوزکارانه بهش شد تو جنگ قبلی. حالا این جنگ که هنوز تموم نشده، که شکایت نکرد تو دنیا. چرا نمیکنه این کارو؟ به خاطر اینکه این حق قبلا از خودش به شکلی سلب کرده، کنار گذاشته. خب وقتی که اینه خودت انتخاب کردی، چرا رسانه‌های دیگه جرئت نمیکنه؟ چرا یه اینترنشنال مثلا پاکستان ما نداریم که بره اونجا علیشون دروغ بگه فلان کنه؟ فوری شکایت میکنن، پدرشو در میارن. شما تو یک نظام بین الملل وقتی که نپذیرفتی، این میشه تبعاتش. دقیقاً چی رو نپذیرفت؟ هر چیزی که اینجا قواعد داره اینطوری نیست. میدونم اون قاعده که نپذیرفت. چرا نمیره شکایت کنه دولت ایران؟ همین رو بگید. چرا من واقعا اطلاع ندارم رفتی یا نه. الان بهتون میگم. ولی میگم یه دستگاهی هست. ببین اجازه بدید. میگید یه دادگاه بین المللی هست، ما گفتیم ما اینو قبول نداریم، جایی هست. BBC چرا این کار رو به این راحتی نمیتونه انجام بده؟ برای اینکه شکایت ازش بشه آبروش میره. شکایت شما همین اخیراً اینو فکر نکنید رفتی بود. اینا یه روزنامه بود اگه اشتباه نکنم، گاردین بود، چی بود، یه چیزی علیه ملانیا نوشت، فوری شکایت کرد، نمیدونم چند میلیارد. خیلی مشخصه. ملانیا بله متوجه اینم. من چون مثالشو دارم میگم بهتون، اینو میگم اونم زورش میرسه. اما شما هم همین کارا رو میتونید توی سیستم رسانه‌ای غرب اینقدر بی‌در و پیکر نیستش که بیای دروغ بگی، بیای اصلا جنگ. بابا جنگ تو موضوعات سیاسی مشخص معین که دیگه جمهوری اسلامی بارها اثبات کرد که در دایره داره عمل میکنه، بازرسی میشه، نظارت میشه، اینا میان حمله میکنن، با هواپیما میزنن. چرا شکایت نمیکنه؟ من همینو میگم. باشه خودش دستگاه دست خودشه. اینطوری نیست. ما این کارا رو کردیم قبلا. جایی مثلا نمونه بله داریم. ببینید شما قبلا میتونید شکایت کنید تو قضیه هواپیمای چیز که زدن. ببینید ایرباس ایران شکایت کرد، همه خسارتش هم گرفت. اینطوری نیستش که اون بیاد همینطوری بزنه بره تموم شه. شاید نقطه فارق اصلا جریان‌های سیاسی تو ایران موضوع مذاکره با آمریکا بود. یعنی از روز اول، از اون زمانی که ما سفارت رو اشغال کردیم، مسئله آمریکا مسئله اصلی بود، الان هم هست، تو این دهه‌های گذشته هم همیشه بود. اصلاح طلبها تأکید داشتن که آقا جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کنن، مدارا نمی‌کند، نمیره بشینه و به قولی به جای اینکه به این گاو از سمت شیرش نزدیک بشه، از سمت شاخش نزدیک میشه. شیردانش. آره. الان تحلیل اصلاح طلبها چیه؟
حالا شما میتونید نماینده مستقیم اونا بپرسید، دارید اینجا با من صحبت میکنید، هیچ مشکلی هم ندارم. من خودم نماینده کسی نیستم، خودم نماینده خودم هستم. آقای دلاوری خیلی مشکلی نداره، با هر چی هم صحبت بکنیم. با اونا هم انتقاداتشون به من احتمالاً بیشتر از شماست، خیلی از این نظر جای نگرانی وجود نداره. ولی در مورد ایالات متحده ببینید، به طور مشخص من تحلیل جاری رو در مورد ایالات متحده قبول ندارم. این جنگ ما اصلا جنگ با ایالات متحده نیست، این جنگ با اسرائیل. ایالات متحده به تبع اسرائیل داره کار میکنه. اگه ببینید تقریبا اتفاق نظر وجود داره. حالا ترامپ فکر میکرد میاد یکی دو روزه تموم میکنه و اینا یه کردیتی میگیره برای خودش و اینا، حالا که مونده میگن اصلا این راهبرد نداره. این تقریبا یه نوع اتفاق نظره توش، در حالی که اسرائیل کاملا راهبردش مشخصه. توجه میکنید؟ بنابراین این در مورد این جنگ. در مورد مذاکرات هم به هیچ وجه من معتقد نیستم که اونها علیه السلام صحبت میکنن بری باشون مذاکره کنید مسئله حل میشه و اینا. ضمن اینکه اساسا قبول ندارم سیاست خارجی دست دولته، به هیچ وجه اینطوری نیست. امر تکنیکاله. میدونید در میان همه وزرا وزیر خارجه متفاوت از همه است. وزیر خارجه نماینده کشور، نه نماینده دولت. این بحث دولت رو نمیخوام واردش بشم. آره آفرین، بهتره. حکومت در ایران تصمیم گرفت که در مقاطعی مذاکره بکنه و خیلی حتی گروه قابل توجهی از مردم هم مدام بهش میگفتن آقا چرا نمیری بشینی مسئله حل کنی، دیوونه‌مون کردی، چرا با اینا. خب این حل کردن مسئله هی در موقعیت‌های مختلف مورد حمله قرار گرفت. الان شما به جمهوری اسلامی چی میگید؟ میگید که بازم مذاکره نکردی؟ نه، الان بهتون میگم اصلا مذاکره رو بذارید کنار، اون مسئله اصلی ما نیست. ببینید یه دعوایی بین دو طرف هست، من اینو نوشتم تو همین جنگم برای همشون هم فرستادم و اینا. این دعوا مختص مربوط به اسرائیل، نه مربوط به ایالات متحده. مثلا با ایالات متحده مسئله حادی نداریم اساسا ما الان. اون به تبع اسرائیل که با ما مسئله داره. نقشش رو ضعیف نمی کنید؟ یعنی یه کشوری با این عرض و طول افتاده دنبال این. دقیقاً همه اینقدر بدبخته؟ نه، ببینید پیچیدگی‌های اونجا خوشبختانه این داره تغییر میکنه. تو آمریکا نسل جدید برای اولین باره، اگر نظرسنجی‌های اونجا رو پیگیرش باشید، برای اولین بار در تاریخ آمریکا که بالای 50% علیه اسرائیل شدن. و نکته کلیدیش این نیست. نکته کلیدیش اینه که اونایی که به سمت اسرائیلن 55-60 سال 65 سال به بالا هستن. نسل جوانشون اساساً متفاوت شدن تو این ماجرا. یه سوالمو تکرار کنم، یعنی الان ایالات متحده با این دریا اندیش کرده، دقیقاً جمله تموم شه، یعنی در حد یک کشور درجه 3 دنبال یک کشور جعلی به درد نخور بیپایه راه افتاده، اومده این همه تجهیزات رو اینا آورده. همینه، واقعا اینطوری. ببینید در مورد اسرائیل همینطوره. این حالا من جسارت میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. من یک توییتی زدم که من نمیخواهم تصور کنم با یک ترامپ احمق طرفم. برای من دشمنی در این اندازه کمهوش و درجه 3 کسر شأنه. اگه شما، یعنی خودم شک داشتم مگه میشه؟ ما داریم در مورد امریکا صحبت میکنیم. خیلی اتفاقا مسئله مهم آمریکا الان اینه که اساساً بزرگترین اتهامی که تو آمریکا به ترامپ زده شد اینی که آقا تو حضور تو این جنگ برای منافع ملی آمریکا نیست، به تبع نتانیاهوست. هم گزارشش هم هست، اصلا خیلی چیز پیچیده ای نیست. این معناش این نیستش که ترامپ نشسته میگه بفرمایید آقا نتانیاهو. من چی میگم؟ اولا
اون قضیه اپستین رو جدی بگیرید. پرونده اپستین یهویی توی پاییز رو شد دوباره و بعد گفتن 3 میلیون پرونده بریزید. متهم اولش هم ترامپ، اینو تردید نکنید و خیلیاش منتشر نشده برای اینه. از همون موقع گفت تموم کار، اینا چیز کردن ترامپ رو بیارن پشت ماجرا. برفرض اینطوری نیستش که ترامپ بگه خب بله شما چی میفرمایید. ترامپ هم براش منافع این وسط تعریف شد. کلن اگه این گزارش نیویورک تایمز رو حتما دقیق بکنید که در آینده نزدیک به شکل کتاب در میاد، گزارش جلسات نتانیاهو با تیم امنیتی و نظامی ترامپ رو نوشته و پاسخهایی که اینا تو گروه خودشون هم میدن هست. اصرارایی هم که هست این که همیشه اون سعی میکرده ترامپ و آمریکا را بکشه به جنگ با ایران و همه هیچ کدوم زیر بار نرفتن هست. اینا اصلا چیزای پیچیده ای نیست. ولی اسرائیل رو اینطوری نگاه نکنید که اسرائیل مثلا یک کشور آمریکای کشور بخش عمده از لابی صهیونیستا تو آمریکا بسیار بسیار قدرتمنده. اینا خانواده بسیار سرمایه‌دارین، بسیار پول دارن و بسیار اثرگذارن. فقط تنها امیدی که برای ما و برای جهان وجود داره اینه که نسل جدید آمریکا، جوان‌ها از زیر سلطه رسانه‌های جریان اصلی اومدن بیرون، تو توییتر و شبکه‌های مجازی خودشون. مثلا شما هیچ وقت نمیتونستید 30 سال پیش تصور کنید که یه نفر عین کارلسون میتونه خودش مستقل رسانه داشته باشه، حرف بزنه، میلیون ها فالوور داشته باشه، فالوورش بیشتر از CNN و نیو تایمز و اینا باشد. هیچ وقت اما این فضا این امکانو براش فراهم کرده که کارلسون و یه چند تای دیگه به تنهایی وارد میدون میشن و این فضا رو دارن تغییر میدن. بنابراین اونجا ده. ولی این دوتا سعی کرد، نتانیاهو سعی کرد که تعریفی از جنگ ایران بده که ترامپ هم منافعش رو ببره. ترامپ ببینید خوب گوش کنید، مطالب ترامپ اغلبش رو نباید گوش کرد، چرت و پرته، ولی 2-3 تاش هست قرینشه. یکی این که میگه که من نمیدونم ایران چرا تسلیم نمیشه قبل از جنگ که ما داریم اینا رو میبریم، چرا تسلیم نمیشه. یکی دیگهش اینه که اگر روزای اول و حسش رو ببینید کاملا فکر میکرد 2-3 روزه تموم میشه. اینا تمام گزاره هایی بود که تو اون جلسه که گزارش نیویورک تایمز هست، تمام گزاره هایی است که چیز بهش میده، نتانیاهو بهش میده و ترکیب 2 جلسه، یعنی رهبری و فرماندهان اصلی نظامی و وزارت اطلاعات رو همزمان. بازم اگر بخوام بپذیرم نتانیاهو درکی از قدرت ایران نداشت، تاباوری ایران به لحاظ سیاسی و نظامی نداشت. یکم برام سخته، میگم مجموعه‌ای که سالها کار اطلاعاتی کرده، 40 سال داره روی داشت. ترامپ فریب داد. اصلا نتانیاهو مشکلی الان با وضعیت نداره. نتانیاهو اهدافش رسیده. راهبردش چیه؟ چی رسیده؟ ببینید راهبردش تضعیف ایران به شرط است که تا 50 سال نتونه تکون بخوره. حالا تجزیه شد نشدم بیخیال. حالا من تصورم اینه، من خودم اونجای نتانیاهو یک تحلیل هست که کلا پروژه رضا پهلوی بازی بود برای همین کار، نه برای جانشین بیاد حکومت تو دست بگیره. اون فریب خورد. کلا اسرائیل راهبردش یه جوری طراحی شد که تو هر شرایطی ایران رو بزنه و شما تو این 10 روز آخر دیدید چقدر خسارت زد. اصل خسارت‌های اقتصادی شومش چرا این کار کرد؟ فقط به این دلیل که اطلاع داشت یا فهمید که آتش بس ممکنه رخ بده. البته با زدن آقای لاریجانی این موضوع عملاً به تأخیر افتاد. شاید اون موقع بود جلوترم میشد. من یه سوالی دارم. من خودم رو میخوام دور از جونم جای اون بذارم، بگم یه کشوری که ذاتاً ایدئولوژیکه من بهش حمله میکنم
وقتی حمله میکنم، حتی وقتی اقتصادش رو آسیب میزنم، اما کانونهای ایدئولوژی رو توش تقویت میکنم. قدرت نظامیش میره بالاتر. یعنی این بعد از جنگ شروع میکنه اگر با ضریب 1 خودش رو تقویت نظامی کرد، ضریب 5 تقویت نظامی میکنه و اتفاقا افرادی که فعال ایدئولوژیک نبودن فعالتر میشن. احساس ضد اسرائیلی، حالا خیلی نه ولی بعضی مردم میگفتن که آقا حالا ما با اینم چه کار داریم؟ الان دیگه میفهمیم نه دیگه این خیلی سگه هاریه. به نظر میرسه راهبرد غلطیه. پس باید صلح میکرد؟ نه، اون اصلا اینطوری نگاه نمیکنه به ماجرا. اون محاسبات دیگه ای داره. چیه محاسبات دیگه ای که من کل تسلیحات نظامیشو میزنم، اقتصادشو میزنم، با 90 میلیون ولش میکنه، بره حالا خودش حلش کن. شما راهبرد درستیه؟ ببینید راهبرد درستیه. توجه داشتین تو سیاست راهبردها میتونه غلط در بیاد، بستگی داره که مقابلتون چه بازی بکنه. ما هنوز شانس داریم برای اینکه این راهبرد رو بالکل با شکست مواجه کنیم. اصلا تو این تردید نکنید. شما توی این راهبرد، مثلا من یک کشور شما یک کشور فرض کنید، خب من که این راهبردی انتخاب کنم باید بدونم شما ممکنه که بدل بزنید. متوجه شدید؟ باید راهبرد من شکست میخوره و الا راهبرد هیتلر هم درست بود. دیدید که از فرانسه رو گرفت تا نمیدونم شمال و جنوب و شرق و غرب و همه جا رو گرفت، اما نهایت شکست خورد. این مسئله مهمه. به نظر من این امکان وجود داره، ولی میگی تلاش خودش رو کرد. هدف اصلیش تخریب ایرانه. ایران سر پا رو ویلچری کنه، یعنی بنشونه رو ویلچر، حالا هر حکومتی داشت یا نداشت یه فرقی نمیکنه براش. اون میره تا سالهای بعد، تا حالا بعداً ببینه چه اتفاقی میفته. این جریانی رو که در ایران هنوزم وجود داره که میگه که من از جمهوری اسلامی بدم میاد، او منو به رسمیت نشناخته، زندگیمو، پوششمو، علایقمو، سرگرمیامو، ترامپ بزن ایرانو، اسرائیل بزن ایرانو. اینو تحلیل شما کردید یا تحلیل دارید براش؟ این چون مهمترین مسئله امروز ماست که چرا باید مثلا حتی خیلی از خارجی‌ها با ایرانی‌ها که برخورد میکنن، به خصوص ایرانی‌ها که تو خارجن مثلا دفاع میکنن، میگن اینا یه بیماری دارن که این کارو دارن میکنن که از حمله به کشورشون دفاع میکنن. اونم کشوری که این ایران وقتی که از بیرون نگاه کنی خیلی مشکل خاصی نداره، زیر ساخت حداقل قبلا زیر ساختش داره کار میکنه، امنیتش داره کار میکنه، خیلی چیزاش اینطوری کار میکنه. ما این مسئله رو از دو زاویه باید بهش نگاه کنیم. یه وقت از زاویه اونی که این رفتار رو میکنه، یه وقت از زاویه حکومت. شما اگه در خونتون رو باز بذارید، همه هم بدونن که یه چیزایی با ارزشی هم تو خونتون هست، به نظرتون دزدی میشه یا نمیشه؟ میشه. حالا اومد و دزدی شد، ما حالا چیکار کنیم؟ کیو محکوم کنیم به نظر شما؟ اول خودمونو؟ نه اول، نمیخوام اول دوم بگم. اونی که دزده که دزده، اون باید بگیری مجازاتش کنی، بگی آقا اصلا تو غلط کردی، اصلا تو خیابون هم گذاشته باشه حق نداری برداری. اما خودمون رو محکوم میکنیم. پس این همه چیزا برای چی گذاشتن؟ وسایل امنیتی، وسایل حفاظتی، و بعدم تو چرا باید فکر کنی که اموال تو اینجوری بذاری کسی نمیاد ببر؟ این همه آدم میان میبرن، اونو هم دنبال سود و منفعت و اینا هستن دیگه. اگه میخوایم مسئله حل شه، با مجازات اون مسئله حل نمیشه. چرا؟ برای اینکه یکی دیگه میاد این کارو میکنه. 10 بارم باشه، 10 نفرم مجازات کنی، نفر 11 میاد. تنها راهت این طرفه. من به راحتی میتونم این افراد رو محکوم کنم که آقا اصلا ما کاری نداریم، زندانت کرده، کسی تو کشه. ملت مملکتش که نباید بیاد اینطوری بهش نگاه کنه. من تازه به اینم کاری ندارم، به یه چیز بالاتر. این احمقانه ترین تصور است که فکر کنیم که کشور خارجی میتونه بیاد کمک کنه به تو که تو اصلا اون وظیفه اینو نداره. اصلا چنین وظیفه‌ای ندارن. هیچ کشوری چنین وظیفه‌ای نداره
که بخواد به مردم جای دیگه کمک کنه، باید دنبال منافع خودش باشه. اصلا این برای من سواله که توی دنیای مدرن اصلا ما چنین چیزی نداریم. از وقتی که دولت ملت ها شکل گرفته، اینا کشوران نمیرن برای منافعشون، برای سابقه تاریخی داریم مردمی باشن که از حمله و تجاوز نظامی خوشحال باشن. خب ببینید حتما شدت و غلظت اینا اهمیت داره آقای. همیشه یه وقتایی کسایی میان، مثلا فرض کنید که حالا بهتون میگم، هنگامی که هیتلر حمله کرد به اتحاد جماهیر شوروی، دو گروه خیلی خوشحال شدن. یه بخشی اونایی که خیلی ضربه خورده بودن از جان، حالا این دو گروهی که میگم شاید هم بیشتر باشه، از تصفیه‌های استالین، یه بخش اوکراینیا. میدونستید کامل استقبال کردن از هیتلر، کامل استقبال کردن. باورتون نمیشه، نمیدونم خانوم‌هاشون خودشونو حاضر بودن در اختیار اونا بذارن با رغبت. ولی 1.5 سال بعد همشون پارتیزان شدن، اما استالین نبخشیدشون. حالا چرا اوکراین این کارو کرد؟ اوکراین به خاطر اون قحطی که استالین اونجا ایجاد کرد چند میلیون نفر کشته شده. من نمیتونم بگم که مردمی که استقبال کردن از هیتلر اونا رو به حال دیگه آقا این وضعیت ماست، خب بریم اون، شاید این یه مفری باشه، گرچه اشتباهه، یه نخبهش نباید این فکر بکنه. اما میتونم بفهمم که استالین چه بلایی سر این مردم آورد که اینا باید برن از هیتلر یا نازیست دفاع کنن. ولی حالا تو شرایط امروز هم باز به اینا ممکن حقی بدید؟ نه، بحث ببینید، اولا حق که نمیدم، اما محکوم کردن به معنای اینکه این دو طرفه باید باشه. شما اگه من ببخشید مثلا آقای دلاوری اینطوری فکر کنه، باهاش دوستانه صحبت میکنم، اما اگه قرارش محکوم کنم باید داوری کنم. من به شرطی محکوم میکنم که سیستم سیاسی نگاه خودش رو تغییر من میخوام این آگاهی رو، ممکنه جوان 20 ساله 25 ساله ما رو ببینه، این آگاهی رو بگیره، بعد بشینیم پنبه جمهوری اسلامی رو بزنیم. این اجازه اینو میگید، آگاهی با خوندن کتاب نیست، آگاهی اجتماعی، آگاهی فردی هست، ولی آگاهی اجتماعی با کنش اجتماعیه. بنابراین شما حتی ممکنه یه آدم نزدیکتونم اون فکر کنه، ولی من نمیتونم محکومش کنم. اگه بخوام محکومش کنم گارد میگیره. این لحظه آقای عبدی، این لحظه تاریخیه. برگردیم چه میدونم زمان حمله مغول، من و شما نشستیم، مغول به ایران حمله کرده، بعد ما بشینیم با تردید بگیم درسته مغول حمله کرده ها، ولی خب بالاخره تو هم تقصیر داشتی. نه، خیلی دارید اکستریمش میکنید، 0 و 1 میکنید. اتفاقا با فهم اون بهتر میتونی کمک کنی که از این مسیر بیرون بیاد تا با محکوم کردنش. در این که محکوم کنید گارد میگیره. قبول دارم. در این که یک اشتباه بزرگ نابخردانه تاریخیه که شما به متجاوز سلام کنی و بهش 100%. در این شکی نداشته باشیم، من حرفی ندارم. الان بیایم بگیم آقای جمهوری اسلامی این الان که جنگه، الان میذاریم بعد از جنگ. نه اصلا بگیم آقا اگر این نسل، شما به عنوان اینکه مطالعات جامعه شناسی جدی داشتید، بگید آقا این گروه اگه شکل گرفت 20-30% که اصلا قابل حله، شما اینجا بهترین حکومت هم درست میکردی، 20-30% هستن کارشون نمیشه کرد، ولی یک بدنه‌ای هست که حاصل اشتباهات تو بوده. اینو میخواید بگید دیگه؟ دقیقاً. ببینید شما آقای دلاوری یه وقت سطح روانشناسی رو با جامعه شناسی متمایز کنیم. من اگه با آقای دلاوری صحبت کنم در سطح فردیه، مثلا ممکنه شما آقای دلاوری من بگه عبدی این کارو نکن، یا من بگم میخوایم. اما وقتی که یک فعلی تکرار میشه توی آدم‌های زیاد، اینجا دیگه نمیتونیم با تک تک صحبت کنیم. اینجا یعنی یه اتفاقی اجتماعی، باید یه متغیر اجتماعی رو تغییر بدید تا اون اصلاح بشه. من ته دلم میلرزه بگم که
خب عزیزم تو که میگی که به کشور تجاوز بشه، خب حق داری، بالاخره گرونی بوده، بالاخره حجابت رو بهت فشار آوردن. دلم میلرزه، میگم فعلا تو این شرایط باید بهش بگم آقا خیلی اشتباه تاریخی ها، بترس از این کاری که میکنی. حالا اون دیگه هر کسی باید ادبیات خودش رو پیدا کنه. ببینید من که صحبت میکنم، من مثال اوکراین رو میزنم براش قابل فهم تره. نه فقط مثال اوکراین رو میزنم، مثالای دیگه زیادی هست که آدم یکی یکی براشون بگه، حالا ابعادش مختلف، کوچیکتر یا بزرگتر. ما اینجا خیلی نمیخوایم چیز کنیم، یعنی آدم ها رو توی موقعیت چجوری بگم شکست خوردگی قرار دادن اصلا این مفید نیست. اون باید بفهمه که اینا تجربه شده و حتی بفهمه که من میفهمم تو چرا داری به این مسیر رفتی، ولی این دلیل کافی برای این نیست. تو اونو جداگانه میتونی حل کنی. من شاید اینو راحت تر از شما بتونم بگم، برای که به زندان رفتم فعلا بوده یا خیلی چیزای دیگه، همه اینا هست. میگم بابا اینا اصلا مسئله ما نیست، حداقل تو شرایط کنونی. ولی میخوام بگم خیلی دنبال محکوم کردن به معنای داوری کردنش نباشین. باید فهمید، همدلی کرد و بهشون گفت باشه اینا درسته، اما خب واقعیت اینه. یه بار جملات نتانیاهو رو ببین. نتانیاهو اول میاد چیکار میکنه؟ چیزای نظامی رو میزنه، بعد تو میگه این که خب به ما ربطی نداره. حالا معلوم نیستش که بعدش میاد کجاها رو میزنه. پتروشیمی که به تو ربط داره، بعد میگه این پتروشیمی هم تو تسلیحات هسته‌ای مثلا $1 گیرشون میومده خرید میکرده، یا نمیدونم فولاد مبارکه که پیشرفته هفته ترین کارخونه است، پلی رو زدم که به دستگاه نظامی مثلا آهن نفرسته اونجا. خب اگه اینطوریه خب ایران رو اب بین ببر دیگه، این که کاری نداره. یا مثلا اقداماتی که ترامپ کرد، خوشبختانه حرفایی که زد نشون داد ماهیت ماجرای دخالت بیگانه اصلا برای این نیست. مثلا من با یکشون صحبت میکردم، گفت من که نقشی نداشتم. گفتم ببین تو نقشی نداشتی، اصلا ترامپ به حرف تو نیومده تو ایران، نتانیاهو هم به حرف تو نیومده. اونا که اصلا قرار اصلا تو رو نمیشناسن، 100 تا عین تو هم اگه بگن بیا، میگه برو بوقتو بزن، این هم کشورهای دنیا هست. اون دنبال منافع خودشه. اما یه کاری که کردید اینه که شما به اونا نشون دادید که آره اگه بیای ما اینجا کسی نیست که از سیستم دفاع کنه. اما خب این سوال رو مطرح میکنه، میگه خب پس چرا سیستم یه کاری کرد که ما ازش دفاع نکنیم؟ متوجه شدید؟ این ماجرا رو باید اینطوری فهمید که هنوزم ظرفیت. من معتقدم سیستم چه کار کرد که اینها منم اگه امروز بهم بگن که جمهوری اسلامی تو رو دوست داره، اتفاقا من دوست داشتم یک پرسشنامه بدیم به مردم تو 1000 نفر بگیم که جمهوری اسلامی تو رو دوست داره، احتمالاً 980 نفرشون میگن نه. خیلی از آدم‌ها تو ایران اینو میگن، یعنی یه فاصله بین خودشون و حکومت میگذارن. اینطوری باشه. شما احساس می‌کنید جمهوری اسلامی دوستت داره؟ من اصلا اهمیتی به این موضوع من برای خودم انقدر اعتبار ببینید نه اصلا بین خودتون و جمهوری اسلامی پیوند احساس می‌کنید؟ نه. خب مقصودم اینه که این اصلا یه پوز اجتماعیه، یعنی هر کس بگه من اینو خیلی دلگیری مثلا زمان شاه هم همین بوده. نه خیلی خب زمان شاه هم ببخشید، زمان شاه بندم بودم میدونم، زمان شاه اون رسانه با اون ادبیات همین نتیجهش بوده. شما برید این خاطرات هاروارد رو بخونید ببینید چقدر به شاه میگفتن آقا این جواب نمیده، میگه با شما اصلا نمیفهمید. وقتی که به بالاترین سطوحتون میگه شما نمیفهمید، شما فکر میکنید منو میفهمید؟ من تحلیل جامعه شناسیشو مفصل نوشتم. شما وقتی که مهندس مثلا شاه میگه من دانشگاه درست کردم، درسته باشه خیلی خوب، اما دانشگاه که ماشین نیست که درست کردی، که فرض کن یه ساختمون درست کردی. دانشگاه یه تولیدی میده بیرون، این تولید یه نیازهایی داره، تو به اون نیازش توجه نمی‌کنی. تو
تو بهترین آدما تو حرفشو گوش نمی‌کنی، اون موقع می‌خوای حرف دانشگاه رو گوش، خروج دانشگاه رو گوش کنی. حالا مهندس جمهوری اسلامی که به نظر شما میتوانست دوست باشه با مردمش، بیشتر دوست باشه، حداقل با لایه‌های بیشتری دوست باشه، اول چه انقلاب شکلی اینطوری بوده. خب نه آقا، احترام ببینید راش اینه، رسانه‌شو آزاد کنه، مردم بازتابی، این رسانه بازتابی از جامعهتون. یه مثال میزنم براتون ببینید، خیلی ساده است این موضوع، پیچیده نیست، خیلی من مثال ساده میزنم. شما عکسای شاه رو دیدید با زنا؟ با زن‌ها یعنی چی؟ مثلا خانم هایی که میان توی جلساتش و اینا هیچ کدوم محجبه نیستن. پالس روشنی بود، در حالی که اون موقع تو خیابون اونا اقلیت بودن. اونا داره نشون میده که من با شما متفاوت. همین الان هم این مسئله وجود داره. همه چادری هن. من اصلا نمیخوام بگم چادر خوبه یا بده، خانوادم خواهرام خیلی همه گروه‌های ایرانی دیده بشن. نه، شما حکومتید، حکومت باید نمایندگی کنه همه رو. وقتی که نمایندگی کنه آقا امکان نداره مردم حکومتشون رو نخوان. اصلا چنین چیزی من تصور نمی کنم. فقط این حکومت هاست که مردمشون رو میخوان یا نمیخوان. امکان نداره. شما همین آمریکایی رو ببینید، وقتی که مثلا آمریکا بشه همشون متحد میشن، دموکرات و جمهوری خاص که تو سر کله هم میزنن. ما باید یه وضعیتی بود که اگه امروز، اصلا من که معتقدم اگه ایران این وضعیت داشت که بالای 50%شون رو خیلی خوب پای کار بود، اصلا که جرئت نمیکرد بهش حمله کنه. بنابراین مسئله یعنی ما لب کلام شما اینه که جمهوری اسلامی تو طول سالها همه آدم‌های ایرانی رو نمایندگی نکرد. به هیچ وجه، خیلی ها رو رد کرده. ببین من داشتم فکر می‌کردم یه فرانسوی چجوری میتونه ضد حکومت بشه. حتما باید تفنگ بکشه. خب اما تو ایران من با روسری برداشتن، با شلوار جین پوشیدن، با مثلا موزیک گوش کردن، با یه نوشیدنی ها، با خیلی چیزا میتونم ضد حکومت بشم. و فکر میکردم اصلا چرا این شکلیه؟ چرا من نمیتونم داخل حکومت باشم ولی عین خودم زندگی کنم؟ هممون همون جوری که هستیم زندگی کنیم، هرچی میخوایم گوش کنیم، هرچی میخوایم بخوریم، هرچی میخوایم بپوشیم، ولی تو حکومت باشیم. چرا نمیتونیم؟ چرا اون نگرانی وجود داشته؟ خیلی برای من مهمه که یه حکومت نباید اساساً در برابر یه تجاوز خارجی چنین نگرانی رو داشته باشه. این سوال حتی اگر برنامه‌ریزی دشمن این باشد، اصلاً مهم نیست ماجرا. حتی اگه برنامه، شما آقای دارین خیلی مثلا مثل که حرف همون نمیفهمیم. شما تو خونت با خب مثلا خانواده فرض کنیم بزرگ باشه، نگرانید که یکی از بچه‌هاتون چیز باشه، عامل بیگانه باشه، خود این باشه، بیگانه هم برنامه‌ریزی کرد، خود این برای ما مسئله است که چرا باید تو موجودیت خونه بچه من اونجا باشه. من به این بچه‌ها من این مثال واضحشون رو بزنم. اوکراین اسم رئیس جمهور مربوطه یادم تو انتخابات شد رئیس جمهور، من اروپا بودم، یعنی شورای اروپا بودم. اونی که سر چیزش کردن، علیش اعتراض کردن، اسمش یادم نیست. ما تو انتخابات هم شده بود رئیس جمهور دیگه. خب شورای اروپا گفت که آقا یه قراردادی ما با شما میخوایم، شما امضا کنی. گفتم امضا نمیکنم. من اونجا بودم داشتم با چشم میدیدم. گفت آقا بیا امضا کن. گفت نمیکنم. گفت حالا که نمیکنی باش. از فردا تجمعات خیابانی کاملا درست. یعنی تجمعات خیابانی در کشورهایی مثل ما نه لزوما نیست که ایران رو حق ندارید با اوکراین مقایسه کنید. دلیلش اینه که اوکراین شکاف قومی داره. تو ایران شکاف قومی ما نداریم. مگه تو تهران؟ اوکراین یه بخش اوکراینی داره، یه بخش روسی داره. اون آقایی که میگید از بخش روسی انتخاب شد، اونجا مشکل اساسی، یک سابقه تاریخی دعوایی دارن اینا با هم. شما من از سخنگوی شورای اروپا پرسیدم اگر این آقا قرارداد رو امضا می‌کرد این اتفاق نمی‌افتاد. گفت اصلا شما چرا این سوالو می‌کنید؟ گفتم چرا سوال نکنم؟ مسئله قرارداد با شما بود. اگه با اروپا ببنده، حاضر بشه باج بده، میمانه سر کار، با اینکه شکاف هم هست. میفهمم اینو. ایران شکاف قومیت، اون بخش غربی اوکراین، شما اگه اونجا بودید که بهتر از من میدونید، زبانشون حتی ظاهرشون با این بخش شرقی
فرهنگشون فرق میکنه. اینجا چون اتحاد جماهیر شوروی بوده، نه میگم بیشتر- شورای اروپا تو چرا وارد میشی؟ تو این وسط به خاطر دخلت اینکه چیه؟ میخوان روسیه رو نابود کنن. خیلی ساده است. آره خب باید اینا هم حواسشون باشه. نه مقصودم اینه که امروز اگر یک مردم ما بیان تو خیابون، سفارت امریکا، سفارت فرانسه، سفارت اینا فعال نیستن؟ چرا؟ سرشاخه ایجاد نمیکنن؟ کاملا فعال میشن. اما ببینید من نکته‌ای که به شما میگم، اوکراینی، روسی اون شکاف. اما توی ایران تو خانواده این مسئله هست. یه بچه میبینی که این وره، یه بچه میبینی این شکاف قابل ترمیمه. این اینطوری نیست که این آمریکایی اون حکومتیه. موافقم، قابل ترمیم بودنش حتما هست. پس بنابراین مسئله ما اینه، اوکراین یک سابقه تاریخی داره، 20 سال 30 سال میگن این آتش زیر خاکستره. از 2014 این مسئله اونجا حاد شد و کلا برای نابود کردن فشار آوردن به روسیه است. یه بحران بسیار عمیقی داره اونجا. مثلا تو موضوع حجاب، ایران همه با هم بودن. تو موضوع حجاب قبل از وقایع مهسا من با یه عزیزی صحبت میکردم، میگفت که حجاب برای غربی ها موضوعه. گفتم هیچی برای غربی ها موضوع نیست جز شکاف. مگه یعنی اینها فقط اینها لاشخورن، دنبال شکاف میگردن. میخواد حجاب باشه، میخواد ایران باستان باشه. درسته. بگو تو عربستان کاری مهم نیست. قبلش که حجاب بود کاری رشتن. ببینید ما رسوندیم به جایی، شما همه مطالب من تو کالانم هست، برید یک کلام در ای که عربستان و امارات نمیدونم خیلی بلبل خوب پیش میرن، شما نخواهید دید، نقدشون هم هست. اما ما رو به جایی رسوندیم که جامعه جوون ما مثلا فکر میکنه اینا خیلی خوب کار میکنن. توی جنگ ببینید چه افتضاحی بار آوردن. این به نظر من نباید حکومت این نیروها را از دست میداد، خودش رو باید با اینا تطبیق میداد. اما در این که غربی ها به نسبت در هر جایی دنبال شکاف میگردن، چه شکاف‌های کوچک چه شکاف‌های بزرگ، یعنی اصلا اینها ذاتشون این شکلیه که بگردیم نقطه افتراق پیدا کنیم، از اونجا ورود کنیم. خب ما پس اصلا میپذیریم این حرفو، کاملا هم درسته. اما ببینید اونا هم دنبال ذاتشون این نیست که اینو برای منافعشون انجام میدن. خب اگر چنانچه ببینه این مسیر رو بیاد، منفعتش براش کمتره، خسارت براش بیشتره، مسیر دیگه ای رو بره، بنابراین اینجا وظیفه شما به عنوان یه حکومت اینه که ببینید این یک جزء قاعده بازیه. اجازه ندید طرف از این روزنه سوء استفاده کنه، وارد بشه. یه فصل دیگر رو شروع کنیم که یواش یواش بریم به پایان مصاحبه. تموم نشده هنوز، چند دقیقه شد؟ آخه خیلی شیرینه، دلمون نمیاد. باشه بگیم بخیر. تصور میکردید که ایران وقتی درگیر جنگ بشه تاباوریش در این حد باشه، شهرهای موشکیش انقدر وسیع باشه؟ نه، به هیچ وجه این تصور رو نمی‌کردم، ولی مطمئنم که میخواید بپرسید چرا؟ ببینید یکیش اینه که خب حالا این خیلی مثلا مهمم نیست، قرار نیستش که اطلاعات نظامی رو همه بدونن. خوب دقت کنید، این خیلی مسئله مهمیه، اینی که میخوام دومیش رو بهتون بگم. حالا ما مثلا چه دلیلی داره بدونم که اینجا چقدر شهر موشکی داره، چقدر قدرت، چیزای نظامیه. اصلا اینا رو خیلی احمقانه است که همه بخوان ازش اطلاع داشته باشن. پس ما باید چیکار کنیم؟ باید به حکومتمون اعتماد داشته باشیم. یعنی هنگامی که میگه من شرایطی دارم که میتونم از این وضع دفاع کنم، سر بلند در بیام، همه بگیم که قبول، ما بهت اعتماد داریم. شما تو کشورهای دیگه هم کسی نمیره دقیق بپرسه که مخازن موشکیتون کجاست، چه جوری میزنید، چی کار میکنید. همچنان که ما اطلاع نداشتیم که اسرائیل میتونه این نوع حدی از اطلاعات داشته باشه. ولی هنگامی که نتانیاهو میاد میگه که من این کارا رو میکنم، مردمش میبینن که این کار کرده، حالا تکنولوژیش چیه، بعد دفعه بعدم بهش اعتماد میکنن.
من مصاحبه ها رو میشنیدم، راستش خودم هم میگفتم اینا تبلیغاتیه دیگه. خب چرا میگفتید؟ دو تا. حالا شما میگفتید تبلیغاتی، بعضی میگفتن دروغه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون قضیه هواپیما خیلی مهم بود، خیلی اعتماد داره. آقای دلاوری، اگه من با شما دوست صمیمی باشم یه دروغ بهتون بگم تمومه دیگه. اون یه دروغ عین یه ترکیست که به یه شیشه وارد میشه دیگه، ترمیمش سخته. مواردی بود که این ماجرا رو مخدوش کرد، اعتماد رو از بین برد. حکومت ها باید خیلی سعی کنن که اعتماد رو ایجاد کنن و حفظش کنن و این نشد. یه بخشی از صحبت‌های شما انقدر انقلابی بود من منتظرش نبودم راستش. من یعنی فکر کردم شما شما من بسیار آدم سازشکاریم. سازشکارید؟ بله، هم اصلا کسی با من دعوا نمیکنه. تو زندانم که میرم سازش میکنم. شما اس نکردید؟ یعنی نه، یه جایی من گفتم که من یه جایی گفتم دارم با آقای عبدی مصاحبه میکنم، اون جایی من که اصلا خیلی راحت و آروم، من تو زندونم دعوا نمیکردم. نه، ذات و روح انقلابی فکر کنم برمیگرده به اون زمان جنبش دانشجویی. کلا ضد انقلابم من. آقا شما یکی از کسانی بودی که سفارت امریکا رو وارد شدید. ببینید، من اینا رو توجه کنیم، اینا نکات مهمیه. شما دارید راجع به، فارغ از درستی و غلطی اون ماجرا که یه بحث دیگه است، شما دارید در مورد یک جوان 22 ساله، این که میگم خیلی گذشته گرایید، اینه تقریبا متوجه شدم مطلب منو نخوندید شما. تقریبا متوجه شدم روی چیزایی. نه من سیرشو خوندم، میدونم سیرش نه اون زمان، ولی به هر حال اون یه بخشی از زندگی شماست. نه، بخشی از زندگی که شما خیلی ممکنه خیلی بخشی از زندگی شما دارید در مورد من صحبت میکنید و این موضوع متفاوته. من حجم نوشته‌های این 30 سالمو بذارم بالای 10,000 15,000 تا یادداشت میشه و اینو مقایسه باید بکنید با اینکه اون موقع تو زمان شما اگه چند تا کتاب بوده که یک کسی بخواد بخونه مثلا ببینه دنیا چه خبره. توجه میکنید؟ بنابراین خیلی اینا رو نمیتونیم با هم مقایسه کنیم. خیلی دارید دوست نداشتید اونو اشاره کنم بهش؟ بله؟ به ماجرای سفارت دوست نداشتید اشاره کنم؟ دوست ندارم. ببینید اصلا مشکلی من ندارم، ولی دوست ندارم دفاع کنید به خاطر اینکه برای اینکه من همه حرفامو زدم. شما میخواید برنامه‌تون رو دورچینش رو جورچین کنید. توجه میکنید و الا یه چیز خاصی نیست. شما ماجرای سفارت هم یه وضعیت بعد از سفارت شما میدونستید اساسا قضیه مکفالن چیه؟ اساسا یعنی پشت پردهش؟ نه، کلیتش چی بود؟ ماجرای ورود دیدار با امریکایی ها؟ نه خیر، اصلا دیدار با امریکایی نبود. دبیر شورای عالی امنیت ملی اونجا و کلی اسلحه آورد بود با ایران روابطش خوب کنه. از طرف کدوم دولت بود؟ رونالد ریگان. رونالد ریگان کلاسیک ترین رئیس جمهور آمریکا که چیز جلوش لنگ باید بندازه. ترامپ خودش تازه میگه اون الگویی داره. اصلا اونا به این چیزا خیلی نگاه نمی‌کردن. خب بیا ببین مسائلمون حل کنیم. رونالد ریگان که اون موقع 5 سال فاصله داشت با اون ماجرا، اصلا اون ماجرا تو ذهن کسی هم نیست. از اون موقع تا انواع اقسام فراز فرودا داشته. این اتفاقا هم که می‌بینی مربوط به الان، ربطی به لزوما گذشته خیلی دور نداره. بنابراین اونجا من اینقدر راجع به این قضیه صحبت کردم، همش تو کانالم هست، برید همتون بگیرید بخونید. چیزی در این جنگ اتفاق افتاد به لحاظ اجتماعی که بگید ارزشمنده بابت حفظش کرد؟ بله خیلی مهمه و اون اینی که به نظر من اصلا اینطوری نیست که خیلی کشکی بخوام از کسی موجودی پدیده‌ای دفاع کنم، ولی واقعیت اینی که مردم رفتارشون بسیار مدنی بود. حتی اونایی که مخالف یعنی دفاع میکردن، یعنی میگفتن حالا بذاریم هنوز هم گفته میشه آقا چرا نرفتن یا چی شد، ممکنه حتی خیلی هاشون دچار افسردگی بشن یا خودکشی کنن، ولی در مجموع فضای عمومی جامعه ایران اجازه نداد که کسی خیلی از این ماجرا تخطی کنه
به نظرم از یه نوع رفتار مدنی تخطی کنه و به نظر من اونا هم خیلی کسای دیگه هم، یعنی این جنگ در مجموعش موجب ارتقای جایگاه اجتماعی ایرانیان تو دنیا شده. من اخیراً یه کسی رو دیدم که تو عید رفته بود اسپانیا و اومده بود کار بیزینسمن بود، گفت اصلا من نسبت به گذشته برخورد تو اسپانیا برام کلاً متفاوت. میگه ایران یه طور دیگه برخورد میکنه. بله، میگفت اصلا یه جور دیگه ای برخورد میکردم. ما اینو سابقه شد تو قبلا دهه 70 هم داشتیم این شکل و اینا رو، ولی تو این سالهای گذشته تو دوره اصلاحات خیلی جایگاه برخورد با ایران خیلی مثبت و اینا بود، ولی حالا بعدش دیگه خیلی بد شد و ادامه پیدا کرد. ولی این میگفت برای خود من خیلی این موضوع متمایز بود، برخوردشون خیلی محترمانه، خیلی از موضع جوری رسن. ببینید همه دنیا تقریبا میتونم بگم به غیر از اسرائیل و آرژانتین از ترامپ عصبانی هستند. یعنی در واقع ما یه جوری داریم هزینه چیز اونا رو هم میدیم، یعنی اونا یه جورکشی دور میگن بزن. آره درسته، خودشون حاضر نیستن به هر دلیل این کارو بکنن، ولی یه جوری فکر میکنن به هر حال یکی پیدا شده که با این یه برخوردی چیزی انجام بده و اینا. خب این خیلی جایگاه ایران تا من که از دوستانم بود تو جنگ رفته بود تاجیکستان، اونم کار چیز میکنه، مثلا تجارتای کوچیکی میگه اصلا وقتی که جنگ شد اونجا بودم اومدم، مثلا میگفت تو افغانستان راننده تاکسی هر کاری کردم پول تاکسی رو از من نگرفت. آیا عبدی شما بعد از این جنگ هیچ امیدی ندارین که تو روش اوکراینی نوزایی ایجاد بشه؟ بعد از این جنگ اولین سوال من اینه که بخوام در موردش جواب بدم که جنگ چگونه و کی تموم میشه. این خیلی مهمه، چون یه وقت ممکنه شما اینقدر خسارت ببینید که اصلا دیگه نتونید جمع کنید. یه بحث دیگه است. یه وقتی ممکنه که با یه توافق و یه تفاهم یه جوری جمع بشه. این مسئله اصلی برای من بعد از جنگ اینه که مردم آیا نسبت به آیندهشون امیدوار میشن یا ناامید میشن. اگه امیدوار بشن اصلا ما تا یه مدت کوتاهی این خسارات رو تأمین میکنیم و میریم جلو. بحث اصلی هم دست حکومت تو این مسئله. البته یه بخشش دست حکومت. واقعا من آمریکا رو نمیدونم و اینکه چقدر تابع اسرائیل باشه، که تو اونم براش شانسی قائلم که ایران یه مرز کوچیکی بین اینا هست، مثلا آمریکا رو حل کنه از شر اسرائیل خلاص بشه. اما من به شدت با همه مخالفم که با اینایی که دوستایی که میگن یا آدمایی که میگن بعد از جنگ خلاصه فشار بیشتر میشه، کلا مخالفم. معتقدم که این اتفاق نخواهد افتاد. بعد از جنگ شرایط عمومی بهتر میشه، اما بله، نه سیاست رو قبول ندارم که بعد از جنگ به معنای گذشته میتونه ادامه پیدا کنه. وضعیت استثنایی نمیتونه سیاست رو رها کنه، ولی میتونه جامعه رو رها کنه و بهش احترام بذاره و اقتصاد رو بهبود ببخشه. یه چند سال این طول میکشه، هیچ ایرادی هم نداره. مثلا کلا معتقدم شورای شهر رو باید منحل کرد، مجلس رو منحل کرد. اینا همش تو این مال یه شرایط دیگه است. اینا اضافیه، جز اتلاف وقت برای حکومت چیزی رو باقی نمیذاره. یه حکومت روی تفاهم عمومی با مردم بیاد سر کار. مردم مثلا مشکلشون رأی دادن و اینا نیست. قبلا اگه رأی میدادن یه نوع بروز چیزشون بوده، بیان سر کار و جامعه رو بهبود ببخشن، همه هم کمک کنیم، اصلا کاری به این چیزا نداشته باشیم. یه نوع عقلانیت در جهت بهبود و مردم هم همینو میخواد، تا بعد از یه مرحله دوباره وارد یه نوع این فرآیندهای متعارف سیاسی بشیم. مسئله ما سرکوب سیاسی نیست، سرکوب اجتماعی و فرهنگی بیشتر. ببینید بخش عمده‌ای از مردم نمیتونن بپذیرن این وضعیت اینترنت. من واقعا از چند تاشون پرسیدم آخه برای چی اینترنت رو میبندید؟ میگن که این
نمیدونم چطور و فلان و ارتباط. میگم آقا یه کسی که بخواد جاسوسی کنه که با این جاسوسی نمیکنه، بعد تازه اون فیلتر شکن اینو آب خوردن بهش میدن. 100 تا راه دیگه هم میتونه داشته باشه. اصلا میتونه کسی که بخواد ماهواره داشته باشه، استالینگ داشته باشه، اونا تو مشکلی نداره. که این اون خیلی اون نشون میده که چقدر حکومت از مردمش میترسه یا باش همراهه. اینترنت همین الان، من امروز توی یه برخی از این استارتاپ ها بودم باهاشون صحبت میکردم ببینم مسئلهشون چه. خب ببینید اصلا زندگی اینترنت اصلا نمیشه بدون اون زندگی کرد. اینا رو باید صادقانه ازش عبور کنن، نگاه امنیتی اجتماعی رو از بین ببرن و یه فضای ایجاد کنن که سرمایه گذاری شکل بگیره. من یقین دارم خیلی نیروها با سرمایه هاشون برمیگردن. مردم ایرانی، اینو بهتون بگم، من یه برداشتی دارم، نمیدونم حتی یهودیای اسرائیل هم ایرانیاش رو ایران حساسیت داره. ممکنه یهودیای جای دیگه اینطوری نباشن. توجه کنید چون یه کسی که تو ایران زندگی میکنه اون یه بافتی داره به هر حال ایران که برای همه اهمیت داره، یه جور افتخار میکنه به این ماجرا. تو همین ماجرایی که ترامپ گفت خیلی واکنش نشون دادن در مورد تمدن ایرانی و به عصر حجر و اینا. بنابراین اگه سیاست خیلی اهمیت نداره برای من تو این مرحله، بعد سیاست به معنای متعارفش، انتخابات و نمیدونم چی و اینا، نه اینا خیلی مسئله اصلی نیست. اگه باشه یه گشایش اجتماعی، قانون آقا بذارید بر حسب عرف اجتماعی. من آقای دلاوری این اتفاق نیفتاده ولی یقین بهتون میگم اگر در سال 1401 قبل از مسئله بحثا می اومدن میگفتن آقا باش حجاب خوبه، اینو قبلا هم گفتم، ما ربطی به الان نداره، همون موقع گفتم حجاب خوبه، شرعیه، نمیدونم هر چی میخواید، همه چیزا رو علی رضا شاه فوش بدید، اما چون زنانمون اینه ما این حد رو مجاز میدونیم. قسم میخورم براتون هیچگاه از اون حد مردم اونورتر نمیرفتن، اصلا تل میشد بخش عمده از زن به ما احترام گذاشته. درسته؟ علتش هم میدونه چیه؟ درک سیستم از حجاب اشتباهه. من یادمه، خوب یادم، ما بچه قبل از انقلاب که هستیم، قبل از انقلاب بی‌حجابی و بعد با توجه به فشارهای سیستم یه معنای غیر اخلاقی خاصی داشت. الان اصلا اونطوری نیست، این بیشتر یه نوع سبک زندگیه، نه اینکه مثلا تا یه بی‌حجاب ببینی فکر کنیم که خب خدای نکرده این نمیدونم فلان و بهمان. اینطور میدونید اینا قاطی شده با هم. یعنی حتی اگر کاری نداشت رها میکرد، اکوسیستم اجتماعی خودش اندازه رو کنترل میکرد. اصلا ببینید جلوگیری میکرد. الان خود جامعه اجازه نمیده از حدی بالاتر. دقیقاً. اما الان از اون حد عبور کرده، حدی که جامعه راضی بهش نیست. به نظر من حدی که جامعه بهش راضی نیست، یعنی جامعه که میگم تبدیل به کنش سیاسی میشه دیگه. یکی رفته خارج، رفته بود اروپا، به من تماس گرفت، گفتش که آقا جامعه جمهوری اسلامی ترکیه. گفتم چی؟ گفت کیف میکنی؟ اصلا همشون محجبن یا مثلا اینقدر چیز. آخه این اصلا درست نیست این کارا رو که سیستم کرده. یا مثلا همین فرض کنید من یه بار یه مطلبی نوشتم چه علم شنگی رو افتاد راجع به شراب. آقا شما الان آمارا داره براتون نشون میده که این خیلی فاجعه. آقا اصلا شوخیه. من نمیدونم توی غرب کسی رو، راننده رو با مشروب خورده باشه بگیرم سکه پولش نابودش میکنن. تو ماشین اگه ببینن شراب در بسته نیست همونجا یقه‌شو میگیرن، اگه بسته باشه کارش ندارن. اما اگه ببینن که این چیزه احتمالا سرش بازه میگیرن. تو ایران اصلا پشت ماشینش یادتونه چند نفر کشته شدن ساعت 4؟ همش مال مشروب، صداشو در نمیارن. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو ممنوعش کردی، جلوشو گرفتی، اما نمیتونی در اصل این کارو بکنی. در اصل این کارو
نمیتونی بکنی. این یعنی که یه قانونی کار وجود داره ولی امکان انجام اون قانون وجود نیست، نداره. امکانش نیست. مثلا خیلی چیزا شما... مثلا دیش ماهواره مثل و بعد مدتی همین استارلینک به زودی همین اتفاق میفته دیگه، انقدر زیاد من میشه آقای دلا همین داشتم تو ماشین میمودم، ربطی هم به این چیز شما نداشت. فکر میکردم که اتفاقا عقیده ما این بود از ابتدا اگه این ماهواره رو کاری بهش نداشتن ولی در عوض چون همه که رفتن خریدن گذاشتن بالا، در عوض رادیو تلویزیون درست میکردن ماهواره اصلا چنین این همه دیش نمیدیدید. من داشتم از توی این خیابون چیز میمدم، مال یکی از این مجتمعهای خیلی بزرگ رو دیدم که هر جا یه دونه ماهواره دیش گذاشتن. امکان نداره جای دیگه اینطوری باشه. کشورهای دیگه هست ولی میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که پول ندن، چون اون مجانی میشه، از اونها یه جاییشو مجانی میگیرن، در واقع کسی کاری به این نداره. یا شما همین الان بله و نمیدونم فلان، اگه امنیتیش نمیکردن از ابتدا میگفتن به تلگرامتون کاری، کم کم اینو درست میکردن، قدرتمندش میکردن، زیر ساختاشون رو درست میکردن، خدمات دولتی رو میبردن تو دلش، بعد کم کم میدیدی مردم میمدن همونجا کارشون رو انجام میدادن. خیلی امنیتیش نکنم. من یه بار تو بله دیدم و تو خودم نیستم تو بله ولی مال همسرم رو دیدم حتی کسایی که علیه جنگ نوشتن استیکرهای منفی هم خورده زیرش، یعنی یه کسایی هم که خب باشه بذار باشن دیگه، نمیرن یقشون رو بگیرن که اعدامشون کنن، که این کارا رو نمی کنن. بعد الان دیگه اینترنت خارجی بین الملل جا افتاده، یعنی اینطوری نیست دیگه شما برگشتم بکنید اون جا افتاده، خیلی دیگه با اون عادت میکنن. تمام این چیزهایی که سیاست هایی که برای جلوگیری از دسترسی مردم به رسانه آزاد و هوا اینا بود به نظرم شکست خورده و اینا دلیل اصلیش هم خود حکومت. اگه این کارا رو نکرده اونا واقعا اصلا من مطمئنم هیچ کسی جرئت نمیکرد به ایران حمله کنه. بدبختیش هم یادداشتای من جوری بوده که آقای دلاوری هم دوست داشته باشه بخونه و مطمئنم، حالا میتونید شما تایید رد کنید یا ایشون، هیچ وقت اعصابتون از خوندن یادداشتای من خورد نشده. حالا ممکنه بگید نه این حرف عبدی رو قبول ندارم، ولی ممکنه واسه یعنی اون وفاق مورد نظرتون رو تو کارتون اصلا به این که بخوام مثلا کسی رو دست بندازم، اذیت کنم یا مثلا تحقیرش کنم، توهینش کنم، بخش عمده ای از یادداشت‌های من مخاطباش خود کارگزاران سیستم حکومتی بودن و اینو اطلاع دارم. اغلبشون میخوندن و خیلی سریع هم میگن ما استفاده میکنیم، در حالی که شما اگه یه دوتا مطلق بهشون بگید دفعه سوم همونطور که گفتید دوتا پاراگراف رو میدونید منم اون اخلاقم هست، یه کسی علیه من مطلب بنویسه به محض اینکه فحش توش باشه قطعش میکنم، میگم ما چی میخواد بگه. من به کسی میخونم که مؤدبانه حرف نه اصلا حرف درسته، فحش که حرف نیست که فحشه. توجه بر هر چی میخواد فحش بده اینقدر فحش بده خسته بشه. چون میدونم من یه دونه مطلب کیهان رو علیه خودم نمیخونم هیچ وقت، مگر یه وقت کسی برام بفرسته نه چی میخواد بگه قد بگو تا خسته شه. اصلا از فحش کسی زیان نمیبینه جز فحاش. توجه میکنی؟ بنابراین مطالب من اصلا اینطوریه، یعنی اصلا همش سعی میکنم مخاطبش اونا هم باشن، نه اینکه برای اصلاح طلبها فقط یا برای مردم. اتفاقا جذابیتش هم برای اونا هم دیگران هم همینه. همونطور که اولا شما راجع به جذابیت چیزی گفتید که درستم بود به نظرم. بنابراین اینم برای اونه، چون دیگه شما گفتید فصل الخطاب شد دیگه. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.